بچه خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید از یه بازی جدید پرفکت هست با بچه ها عمو حسام، عمو امرافض و عمو مهدی. سلام علیکم. بازی جدید فقط با گرفت کشیدیم بیرون اون رو. آقا بذار بازی رو بهتون توضیح بدم. آقا اسم بازی پرفکت پلیسی. منو مهدی بزن بریم مهدی. آقا بازیش این شکلی من و حسام دزدیم، امرافض و مهدی هم که چیزن دیگه پلیس. هر دست اینا تغییر میکنه. آره بعد الان این بازیش این شکلیه که 4 نفره اگه بازی کنین 2 نفر میشن دو نفر میشن پلیس و اون 2 نفری که دزدن باید خودشون جای با خودشون شبیه ام بی سی ها جا بزنن و برن دزدی کنن. وای منو زدن شو. کی جاست؟ سلام فرار نکن بیا. فرار سلام. فرار نکن بیا. بیا اینجا. بیا فرار نکن. کردم. خب او مهدی رو چه غلطی میکنه دقیقا میشه بدونم. مهدی قهره صحبت میکنم. آره فاکو عرفز کامل مرده. چجوری مردی؟ الان چه غلطی بکنم؟ الان ایزی ماشالله بچه ها لایک و صفحه همتون نته آره نته بچه همون لاله. مهدی بیا دوست شو مهدی. اوی واقعا بچه ویلیجری مهدی جدا. خب مهدی کارو ببین چجوری برات در میارم. کارا در بیار. الان تو فقط سرگرمشون کن که بابا دلقک بازی دریا کجاست این بشر؟ آها رد شده ها اصلا رد شده. بودو برو یس مردی مردی اصلا آقا دزده خیلی محرمانه بخفم. برو بر کجا داری میری ها؟ کجا داری میری؟ مردم اصلا خود کجا داشتی رفتی؟ اوکی بریم ادامه ویدیو. اوکی بریم من بات اومده بچه دارم میکشمش خودش اضافه میشه. من تو بود. سلام حسام پشت سرتون نگاه حسام. چی بد زدی بالا پشت بونه بالا پشت بونه مهدی بالا پشت بونه مهدی که اسب من اوتیسمی امیر پس خفه شد. اصلا با اون نمیشه نمیتونم بگم واقعا بی‌نظمی. مهدی از سالن برو بیرون اوتیسمی. خفه شو امیرافز اینفو نده. احمق از سالن اینجا برو بیرون منگول نرید. اومد در رو آره من امیرافز یه بار دیگه فهمیدی باختی. کجاست؟ بابا خدا یه بار دیگه فهمیدی باختی. اوچی آسمون آبیه مگه نه بچه؟ آسمون آبیه؟ مثلا ابرا مثلا جلو مثلا بانک مثلا کاشکی اوتیسمی بره تو لابی.
مثلا ببینه در اونجا کنده شدم جای این خر کلشو نندازه بره این بر نگاه حاجی یعنی عین خود باتا داری بازی میکنی ها خیلی لعنتتون کنه حاجی من عباس خب احمقی دیگه می‌بینی مشکل از زبان عقلی داری نگاه الان یکی دیگر رو میزنم نگاه احمقانه نگاه کن جان طرز بازی رو نگاه مثلا پشت سرت بالا تو نگاه کنی خیلی خوب امیر حافظی یه بار دیگه فوری باخت باش آسمون آبیه دل مهتابیه بچه کلمه خیلی خفن به کار ببرم نه خب آها خب خب آسمون آبیه مهدی ما اوتیستیه خیلی خود کنی آخه عشان قبول واقعا تو طرز بازیشو میبینی یه دقیقه برو اصلا بی منو بکش باختی اما مهدی اه. یس وین واقعا میدی سرسله رو بیارم یا وین کردم حاجی بیا حسام بر حسام پلیس بیا مهدی بیا احمد بیا پلیس برو بیا منگل بیا که مغز بیشتر از یه خب الان برای چی اسب ما رو برداشت داره الان حسام میشه من نزنی حسام من نزن دیگه حسام گناه دارم میشه مهدی ارشان رو بزنی مهدی احمق اوتیس خب مردم واقعا مهدی عذابی مهدی خب من شما تو مردی نخواشی کن رفته بابا ارشان شده داشتم میرن بارو پشت بونه اینا میدونم دیدمش داره به دیوار تیر میزنه احمق داره به دیوار تیر میزنه نگاه کن مهدی چجوری زدی یه دونه اسنایپ داشت مهدی بیا خب حسام جان دزدی رو فقط بگیرم ایزی برو با سر اسب اومده کجا داریم بیا کجا رفتی کجایی این از حسام خب از این بعد حاجی از کنسله برو گم شو بابا مگه بلانده ایده مگه بلنده ایده الان بات حرومزادت رو بکش کشتم دارم میکشم آره بیا اینجا آباته چرا این اسپان میشه آجی 3 تا جون داره خب بنده چه خبر خوبی برو من پوی سرتیم برو لازم باش سلام من بالا سرت برو بر داشتی حسام برو بر من میدونم ایزی ای مهدی کجاست مهدی ارشان اول اون بعد اون ارشان آره بس فقط آره مثل کسخل آره نیز یعنی چه مردیم امیر حافظ گول نمیخوره فقط مهدی گول ابسولای سینما چه؟ ابسولای سینما منظور ابسولوت سینما نه ابسولوت ابسولوت Mr. Phil baby what's your deal I lose half my head میشه مهدی رو بذارید من تکی راحت تر بازی میکنم
عمو مهدیه مهربون. کدوم آقا گوری مهدی هست؟ کنار من داره قدم میزنه راستشو بخوام. تو کجایی که باز میدونی مهدی کجاست؟ مهدی تیره دیدی مهدی؟ ای دایوسا اینجا این نردبون رو کی گذاشته این وسط؟ اوکی بریم. عرشه اینجا بگیر، عرشه اینجا بگیر، عرشه اینجا رو بگیر. ها برو همجا باش. یکی از اینا نیست، یکی از اینا امروخته یا مهدیه. نه بعد که باید دوتا بر نزن، اصلا تیر نزنش. یکی جا اولشونه. سلام. خب این از حسام مردی. آره. خب منم میبینم. عشان یه واسه بزنم دیگه. تو تیررستم باش دیگه میشه این ویزدو از این به اون برمیه. سلام عمو. مهدی واقعا منگولی مهدی واقعا منگولی مهدی کو اولش بده تمام. یا حضرت عباس. نه لوش نمیدم. مهدی تو کارتو انجام بده. مهدی تو کارتو انجام بده. بذار اینو بذارم. مهدی من بانکو زدم. تو قبل بری پولاشو برداری. مهدی بانکو اومد یس ماشاءالله ارشان. ایزی. آقا بریم مهدی بریم. این دفعه مهدی بردیم ما مهدی بردیم ما. مهدی تو بانک باش من بیرونم. اوکی مهدی تو بانک باش من بیرون میچرخم. اوکی شما اخلاق آوردین همینه. آره ما فرد داریم برای سلامتی. من کجا برم؟ تو برو تو لابی. من هم بیرون میچرخم دنبالش میگردم. ماشین. دایی یا حضرت عباس. عرشه خیلی ایزی باید کار داریم. بستم سلام. چه خبره؟ چیکار می‌کنی؟ برو. خب یکی همینجاست مهدی. با یه سیتی بزرگ دادم. همچی زدم تو هدش صدا سگ داد. باش باجی روش سم دونای دیگه بود. با شادگاه رفتم پوچ زدم تو سرش. کدوم بود؟ مهدی کدوم بود؟ مهدی اینو بزن یا شانسی اقبال دیگه بزن. بیا. خواستم تو نباشی هم کار در بیاره. یا الله عرشه اومد داخل ها. الان اومد بیرون. ای من استرسم. حالا با اینا میگی حالا با این پولا کجا میخوای چقدر بری؟ بد ریدم مثلا خودت میدونی اصلا. باتتون اول بکش. واستا بابا واستا. این بوته چرا انقدر اسپال میشه؟ اصلا ما بعد خب بیا. کجا بودیم؟ سلام.
حسام پشت سرتون نها کن حسام. خب بو حاجی خیلی عربز بعد مرد. حسام زدی تقریبا. آره حسام بردی بعد پولا رو داره فقط باید بردی اما حسام آره حسام راست اینا مردن حواسم آره. نبود. کامل مردن بودی هیچی داره. بابا وقت تلف نکن حسام. اگه میشه پولا بردار. وای الان حسام آمپولی. گوشت همشون من تقریبا نام نام اچاویاشون نام نام نام. من امیر حافظم. تا حسام بردار. حسام پولا رو بردار. حسام پولا رو بردار حسام. اوه. بزه حسام پولا رو تمامش کن بردار. حسام. حسام برو عذاب آجی مهدی چی کش در نمیاد. اصلا پولا کو. پولا اونا اینجا نوشته بابا. مهدی بله. چرا حرف مانی. زهر حاجی اسکی نرو بس ببین گله شده. حسام میشه بیای پولا رو بذاری. میترو بردم این میتروه. آلایک حسام فرمشید نشه. برو دیگه حسام برو. حسام حسام نصف ویدیو رفت حسام. حسام بود حسام. ماشاءالله حسام برنده. اینا حقوری کردن. بیا حق ما رو خوردن. عمو حسام. خب شما اخلاق آوردی. بس میگم این رفت من اخلاق رو بردیم. لاغا بود. آره. خفه شید بابا. اخلاق مهمتر. خفه شو بابا. اخلاق خیلی مهم. خفه شو. خیلی. نه خودم چه راه میرم. خب واقعا مهدی یه راه نرو. نوب سگ. واقعا اگه میشه اسکوتی من چه برای خودم راه میرم. من چه برای خودم راه میرم. من هیچ عکس‌العملی هم نشون نمیده. میذاره بمیره. خنده. حسام کجا خب. داده؟ چرا اینو با ما یارنده؟ من آره. خودت گفتی هم رضا. آها چرا؟ خودت گفتی. اصلا تو کار داری؟ آره تارتاریم. من اسپایدرمن. دو 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 دو. دو 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 دو. عرفز وزد کدوم حسام؟ عملا اصلا غلط بخواد بکنه اول باید یه بمب ببرده. دیدی از این ماشینا بود از کجا میدونی؟ برای چی حسام خط گرفتی ها؟ عشقم میگی چقدر دیگیرم. هر مار اسنایپی. نه تو دوربینه که دارش عشان خط بمب بگی. اوه امیر آقاس غلطای اضافی. عشان اینو بزن. عشان این سبتر بزن. این سبتر بزن. بمیرم بعد. آره. این ازی خیلی گوشه داره راه میره درسته. بمب گذاشته دیوانه. زدیش. نه اینا رو آتیش زد. اینا رو آتیش زد. صدا تیر اومده خب. نه عشان گانه تو جمع کن. بچه ها خوبی؟ برشتا تو میدونی چه برگشتی انصراف؟ مطمئنی انصراف؟ مطمئنی میخوای به اینجا نگاه کنی؟ که برو حسام ول کنی میزنم نگاه میاو میاو نه اوه حسام ایزی بی آقا نه نه پارت تمام دیگه نه بریم یه رانده دیگه بریم یه رانده دیگه تمام دیگه یه رنده دیگه آجی من و مهدی میخوایم بزنیمتون آه اوکی آجی مطمئن مهدی بیا پلیس آره ارشاد بیا منو کی مهدی با استراتژی باید بری جلو خب عربز تو بردار اوه عربز اینو بردارم به نظره
اصلا نمیدونم. فکر فقط نکنم بتونیم ارشان ببریم. قبل اینکه بری منو یه نگاه کن. آها دیدم. حاجی منو باز حاجی. برو زدیم ما. اسکل داره تیر میزنه من اسکل. ما که نیستیم. حساب من زدم. خاک تو سرت بشه. یعنی آجی هر کیو هم میافته نوب سگ میشه. تو چی زدی مهدی؟ من کجا چیز زدم؟ تو درشون زدی دیگه. یو چرا حساب یارتو زدی؟ نه اسپام میشه. حسام مهدیو کشدی. حسام عالی. ترکی. جنازه من نگاه کن. چپه شدم. یا حضرت بین این دوتا. یکی از اینای خب. نه اومد بیرون، مطمئنم میاد بیرون. مهدی حواست به لابی باشه مهدی. ببینیم از لابی منو میزنی. داری که خب. امیر حفظ. امیر حفظ. امیر سعدی. خنده داره با مزی. نه نه. یای. بریم. خب. خب 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 آجی باش پشت دیخته رواج نگاه کن. خب اینجا داره چه اتفاقی میافت؟ اصلا مردی. پا شده بستنی بس کش نقص قرمته این رفت بیرون. آقا مرسی که این ویدیو رو دیدی. اختصم آخرم بود. آخرم که مرسی دیگه تماشا کردید. تا ویدیو بعد خداحافظ. 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 خداحافظ.